درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه گپی آزاد. اوکراین 6 روز است که در آتش جنگ می سوزد. صبح بر وقت 24 فوریه نیروهای روسیه با فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. این جنگ تا کنون صدها قربانی داشت و هزارها اوکراینی را سرسان کرد. صرف نظر از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین، زد و خوردهای شدید همچنان ادامه دارد. چرا این جنگ سر زد؟ عملکرد روسیه آیا پایمال کردن استقلالیت اوکراین نیست؟ زیر تحریم قرار گرفتن روسیه به اقتصاد تاجیکستان چه تاثیر میرساند؟ برای بحث بیشتر در این باره به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی خبرگزاری از پلوس، سیاستشناس سیف الله سفرو و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضاییان. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدید. با اجازت شما صحبت را با ارشاد سلیمانی آغاز میکنیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان درباره جنگ روسیه با اوکراین به دو گروه تقسیم شدند. نظر شما چیست؟ کی حق است، روسیه و یا اوکراین؟ خب این بحث بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوع از بحث کلانتر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و ژئوپلیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندای کشور دیگر که از این دو کشور به اصطلاح در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینها را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بهاگذاری میکنیم، هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ میدهد باید با اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم. در حال حاضر اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین مظلوم است. مردم اوکراین مردمی مظلوم هستند که نزدیک به 5 روز 6 روز میشد که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است میسوزند. و طبیعی البته به دو موقع تقسیم شدن کاربران شبکه‌های اجتماعی این نه تنها در تاجیکستان است بلکه در تمام فضای پساشوروی همین گونه است و دلیل های خودش داره. یعنی به نظر شما این روسیه است که چنین فاجعه را بر سر اوکراین آورد و گناهکار هم روسیه است؟ خب ببینید، مثلا یک کمی فرق میکند. ما اگر از نگاه اول نگاه کنیم که من هم از همین موقع حمایت میکنم، در واقع بله، ما مثلا اگر از نگاه روابط بین الملل نگاه کنیم، استقلالیت سیاسی اوکراین خللدار شده است، صاحب اختیاری او داغدار شده است و عملا یک کشوری دیگر آمده است در سرزمین اونا جنگ میکنه. بله جناب سیف الله سفرو، نظر شما در این باره چی است؟ من فکر میکنم که در اینجا منفعت‌های ژئوپلیتیکی البته دولت اروپایی و آمریکا خیلی زیاد به مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسیه هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی آنها با وجود نآمده است. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که
روسیه رو گوییم که نوتینج کنند، روسیه رو از بین برند، اون رو تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه‌های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند، چون رادیو هم رادیوی امریکایی است. ما البته هر چی که گوییم شاید که نرود با چوب، لیکن به هر حال من اندیشه خودم رو میگم که اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم، هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبار هستیم. ما نمیتوانیم که الهیده یکیش رو حمایت کنیم یکیش رو نکنیم، یعنی هر دوشون خلقهایشون رو حمایت کردنی هستیم. نباید این جنگ با وجود می آمد، لیکن تو با طاقت دیپلمات با راه دیپلماتی حل کردن این مسئله رو ما مشاهده نکردیم. و از طرف کی؟ از طرف هر دو طرف. چون که اوکراین خواست که حتما با ناتو همراه شود. پرزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین یا که 2004 و 2007 خطا نکنم 2008 به این طرف گفته بود که از خطی مرزی ما نگذارید، خطی سرخی ما، خطی سرخی امنیتی ما نگذارید. لیکن در اینجا ما دیده ایستادیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که داخل و یراقای زیادی وارد شوند و البته این هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمیتونه. یعنی به نظر شما اوکراین این خط سرخ روسیه از خط سرخ؟ بله. خب اما سوال دیگر از شما این است که آیا عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟ نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونتسک که در آنجا روس‌ها اساساً زندگی میکنن، البته اوکراینی هم هستند، اونها زیر فشار دائمی، زیر تیرپرانی بودند، خانه‌های اونها ویران بود. لیکن در جامعه جهانی یگان چیز نشان ندادند تا دیروز بعد معلوم شد. فقط فرانسوی ها بعد آمدن مکرون یک فیلم یا رولک با وجود آوردن و در اونجا واقعیت را گفتند. دیگر یگان وسایل اخبار دنیا درباره 8 سال در پادوال ها میگن که زیر بیناها زندگی کردن مردم لوگانسک و دونتسک چی نگفتند؟ چرا نگفتند؟ چرا حقوق این آدم ها زیر پای میشد و کسی در این باره صحبت نمیکرد؟ البته در این باره مسئله دونتسک و لوگانسک حالا یگان تحقیقاتی منصفانه بین الخلقی انجام نشده است که ما به آن تکیه کنیم و بیشتر این ما خودمون میدونیم حجت با تحقیقات نیست. از زبان مقامداران روسیه صدا می‌دهد، از جمله از زبان رئیس جمهوری روسیه، ولی یگان دلیل مشخصی هم پیشنهاد نشده است. خب باشد جناب شیرعلی رضاییان، شما در یک صحبت بر رادیوی آزادی امین یک هفته پیش روسیه از یک طرف و اوکراین و غرب را به آن ایبدار کردید که نتوانستند دوام 8 سال اخیر بحران پیش آمده را حل کنند. به نظر شما اصل این بحران چی بود و چرا حل نشد؟ درباره احتمال جنگ در اوکراین در طول مثلا 2 ماه اخیر گپ‌های زیاد بودن، پیش‌بینی‌های زیاد بودن. حتی اگر خاطرتون باشد روزی 16 فوریه هم سنه هجوم روسیه به اوکراین تعیین شده بود و از جانب رئیس جمهوری آمریکا صدر داد. ولی مسئله سری چی است؟ مسئله سری این است که متاسفانه برای منفعت‌های مجموعه کشورهای غربی، برای منفعت‌های روسیه و برای خود منفعت‌های اوکراین با وجود آمدن یک تنش موافقت نکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته‌های گوناگون خود را برآورده می‌خواستند. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمی‌تونست که عملیات حربی روسیه، یعنی جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیکا و عموما مجموعه پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت میگیرد. و ما البته اونها رو گناهکار نکردیم، بلکه ما گفتیم که خواهش واقعی برای حل مسئله وجود نداشت، چون که آن چیزی که روس‌ها میخواهند با طلبات اوکراینی ها موافق نیست. اوکراینی ها البته در این نظر هستند که آنها تمامیت ارضی کشور خود را حمایت میکنند و آن چیزی که غرب میخواهد اونم با مجموعه منفعت‌های دو جانب به خصوص روسیه موافق نیست. ولی درست است، روسیه میخواهد که اوکراین به ناتو پیوست نشود، به غرب نزدیک نباشد، ولی
به نظر شما اوکراین یک کشور صاحب استقلال است، خودش میتواند تصمیم بگیرد که با کدام طرف نزدیک باشد. فکر میکنید چرا روسیه این تصمیم کیف رو همچون یک کشور صاحب مستقل، یک کشور صاحب استقلال قبول ندارد؟ نگاه کنید، سال 1830 دکترین منرو در آمریکا قبول شد و حال حاضر هم عمل میکند. تمام قلمرو آمریکای جنوبی و شمالی این منطقه نفوذ گئوپلیتیکی آمریکا اعتراف میشود. و اگر شما نگاه کنید که اگر برای چی آمریکا با ونزوئلا، با کشورهای گوناگون آمریکای لاتینی بحث دارد؟ و اون خاطر که از نگاه آمریکا موجودیت چنین یک رژیم‌های سیاسی با منفعت‌های ملی آمریکا خلل ایجاد میکند. روسیه، آمریکا اونها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش استفاده بریم، از همون قدرت‌های گلوبالی هستند که عنصرهای امپریوی پیشتره رو زنده نگاه می‌دارند. و روسیه هرگز برابر آمریکا نمیخواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفعت‌های روسیه یا خواسته‌های روسیه رو تامین نکنه. چون که ما این رو هم در عملکرد آمریکا و هم در عملکرد روسیه می‌بینیم. این یک قاعده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است. چون که اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست. یعنی طور ارشاد بسیار خوب گفتن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جریان دارد. زیرا حال حاضر شما نگاه کنید که طور پیشتر من خودم گفتم، هم روسیه، هم کشورهای غربی و هم اوکراین از با وجود آمدن نظام منفعت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین پهنایی و وسیعی این نظام چی میشود. نیزو یعنی به وجود میاد اما علنگه میگیرد. بله، تشکر. مهمانان عزیز، یک سوال از همه شما: اگر عین چنین رفتار روسیه که با اوکراین کرد، عین چنین رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد، آن را چه خیلی قبول میکنید؟ نخست جناب سیف الله سفر میخواستم نظر شما را پرسم. با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد، چون که مردم تاجیکستان گپ یگان قوای بیرونی را گوش نمیکند و در مقابل شریک‌های استراتژیکی خودش هیچگاه موقع نمیگیرد. میتواند نیترالی باشد، لیکن که با مقابل مثلا روسیه یا که ازبکستان یا قزاقستان یگان اندیشه زید نمیگوید. بله، جناب شهرالله رضوان، پاسخ شما چیست؟ به نظر من این امکان ندارد، با اون خاطر که ما در نظام یگانه تامین امنیتی هستیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان مدافعی است که زیر چتر روسیه هم هست و تاجیکستان عضو آن است، دوره تاسیسش می باشد. و نکته دیگر در این حالت است که اگر در صورت به وجود آمدن چنین بحث، برای سوال من همین بود، اگر گیرید، یعنی باز اگرهای دیگر هم دارد که احتمال چنین شدن مسئله رو به طور بسیار مینیمالی میبرد. زیرا که ما با روسیه همکاری بسیار نزدیک حربی سیاسی داریم. بزرگترین پایگاه حربی خشکگرد روسیه که در خارج است در تاجیکستان است. یعنی سیستم مناسبت هایی که یا نظام مناسبت های سیاسی امنیتی که ما داریم، البته چنین سر زدن چنین حادثه رو غیر امکان میکند. ولی اگر با همچون سناریو احتمالی اگر گیرید، البته طور استادم گفتند، این یعنی هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود و دکترین سیاسی و دکترین حربی ما هم از این عبارت است که ما باید وطن خود را حمایت کنیم. نظر شما؟ خب درست است. تاجیکستان مرز ژئوپلیتیکی روسیه در آسیا مرکزی با جنوب آسیا شناخته میشه و عملا یک کشوری تحت نفوذ سیاسی امنیتی روسیه است. ما در دایره سازمان های گوناگون، در دایره خب هم اتحادهای امنیتی و سیاسی و هم سازمان های سیاسی اقتصادی با هم شریک هستیم و عهد و پیمان استراتژی داریم. ولی صرف نظر از این حوادثی که سالهای آخر در دنیا شد،
این احتمال هیچ وقت از بین نمیبرد. خصوصا از سوی دیگر که ما برای چین هم امروزها آهسته آهسته به یک مرز ژئوپلیتیکی تبدیل شده ایستاده. از همین نقطه نظر از نگاه تاجیکستان همه گونه غصب مثل که شیرعلی گفت محکوم است. از همین منطق باید امروز عملکرد روسیه در مقابل اوکراین باید محکوم باشد. بله، ما با این بحث حتما برمیگردیم و با اجازه شما همکاران ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه درباره جنگ اوکراین پرسیدن. این پرسش را همراه تماشا میکنیم و بعدا صحبت را ادامه میدیم. شما کی را در این جنگ حق و جانب میشمارید؟ هر طرف خودش رو البته سفید میکند، لیکن به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ رو عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا آباد باشد، تنج باشد. من فکر نمیکنم که روسیه سر کرد این کار رو. اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو ما محکوم می‌کنیم. Ну, естественно, Украина. Зачем они делили русских, там, украинцев? Зачем? Испокон веков это же две такие нации, да, что они всю жизнь, как сказать, шли в одну шеренгу, можно сказать, так ведь? Вот, я не знаю. Ну, Бандера не есть Бандера, наверное. Вот они во время войны показали себя, а теперь сейчас вот показывают себя. Жалко народ и детей. ما آدم خلق جنگ دیده هستیم، جنگ زده که هستیم برای هوای ما این خلق اوکراین رو بسیار میفهمیم که خلق چی است. مقصد که بیگناه هست دیگرها دخالت کرده هستند، از بیرون دخالت کرده هستند. Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват, не мое это дело. Я знаю, что сейчас нужно очень усиленно молиться, чтобы был мир. Страдают невинные люди. Это очень больно и горько. Спасибо. چیزا او اهمیت نمیتیم. همین وطنمون رو بوده تین جای وطن بود. چه روسیه برای چی؟ روسیه جنگ نمیخواد، آزادی میخواد که همه یک زندگی کنند. اوایو بازیچه اروپا شدگان. همچنان که در پرسش دیدیم ساکنان در تاجیکستان با تحولات اخیر میان روسیه و اوکراین به تفاوت نیستند و این را جدا پیگیری میکنند. جناب ارشاد سلیمانی، سوالم از شما این بود که روسیه محوری در مفکوره شهروندان تاجیکستان چی بها میدید به روسیه محوری؟ خب این تاریخی دور و دراز دارد. ما از سال 1864 میلادی زمانی که روسیه آسیای مرکزی امروز را غصب کرد و حکومت منقیتی بخارا عملا یک حکومت زیر نفوذ روسیه بود، با اونا مشترکات زیاد داریم و در زمان شوروی تاجیکستان یک کشوری عضو اتحاد شوروی بود البته، ولی فرمانبردار روسیه بود و در حکومت شوروی سیاست‌های پیاده میشد که از تمام مردم قلمرو اتحاد شوروی یک مردمی به اصطلاح اونیکالی ساخته شود، خصوصا از مردمان مسلمان نشین یا آسیای مرکزی که ما نمونه های زیاد میدانیم. خط تغییر کرد، خب زبان ها را تغییر دادن و چیزهای دیگر و عملا مثلا تمام دانش های دست اول در این منطقه با زبان روسی بود و در دوران شوروی عادتا بیشتر دانشمند کسایی حساب میشدن که زبان روسی میدانستند و همین چیز از در ابتدا از یک واقعیت بعدا به یک مفکوره تبدیل شد و آهسته آهسته خب ما با وجود این که مثلا 30 سال از زمان استقلال زندگی میکنیم اما بیشتر زیر تاثیر فضای اطلاعاتی روسی مانده ایم. در بیشتری مورد با رسانه های روسی دسترسی داریم و از حساب اینکه اکثریت مردم تاجیکستان زبان روسی را میدانند، دانش های دنیا را هم به وسیله زبان روسی میآموزند و از خود میکنند. از همین نقطه نظر این به تعبیر شما روسیه محوری در تاجیکستان یک واقعیت است. جناب سیفالله سفر، شما روزه هستید بین اندیشه؟ بله، چون که هر یک کشوری که هست البته زیر فشاری هایی که حتی زیر پوششی با یک کشور دیگر هم هست. مثلا افغان ها، پاکستانی ها، هندو ها زیر
фишори забони англисӣ буданд ва мондан то ҳозирам. мо албатта чун бо русия дар марзи геополитикии русия будем, мо ҳам зери пӯшиши забони русӣ будем ва ба ҳар касе, ба ҳар як кишваре ҳамин забонҳои бузурги дунё кӯмак мекунанд. лекин ин ба мо ягон зарари ҷиддӣ наовард, баръакс ба мо кӯмак расонд. ҳозир масалан забони инглисӣ ва чинӣ ки барои мо бисёр зарурат пайдо карданд, фарзандои мо, мардуми мо ба ин ду забонам ҳавас доранд ва онро ба ҳазур омӯхта истоданд. яъне забони русӣ халалрасони рушди фарҳанги мо набуд, баръакс кӯмакрасони мо буд. ҷаноби шериалӣ резоён, бубинед, ҷанги русия бо украина дар тоҷикистон хуб албатта дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои зиёдро ба миён овард, аммо мақомот расман дар ин бора хомӯшанд, ҳеҷ изҳороти расмӣ пахш нашудааст. ба назари шумо чаро ҳукумати тоҷикистон дар ин бора хомӯширо ихтиёр кардааст? чунки ин беҳтарин мавқеъ дар шароити ба амал омадааст, зеро ки мавқеъ гирифтан дар бобати ин масъала, вақте ки мо ҳам бо русия равобити бисёр наздик дорем, ҳам бо украина равобити бисёр наздик дорем, ин шояд дар миёнамуддат барои кашидани тоҷикистон ба ҷонибдорӣ яке аз тарафҳо сабаб шавад. ине ки мо мавқеи расмии худро ба истилоҳ изҳор накардем, дар ин шароит ин ба назари ман беҳтарин чиз аст. чунки агар иҷоза бошад, ман 5 хати сурхро барои сиёсати хориҷии тоҷикистон дар марҳилаи имрӯза дар иртибот ба вазъияти Украина зикр кардани ҳастам. баҳси аввал ин баҳсе ки шумо гуфтед, яъне ворид нашудан ба баҳсе ки Русия бо Украина дорад. чунки бо Украина ва ғарб инаш масъалаи дигар, бо Русия бо Украина дорад, чунки мо масалан дар бунёди нерӯгоҳҳои барқии обӣ бештар амон турбинаҳое ки барои гесҳои мо лозим аст дар Украина истеҳсол мешавад. яъне ҳар ду кишвар барои мо муҳим аст. ба мо бояд ҳаргиз ба баҳси онҳо ворид нашавем ва ягоне аз тарафҳоро ҷонибдорӣ накунем ки ин бар зарари манфиатҳои миллии мо аст. нуктаи дуюм ин ҳамкориҳо ё муҳтавои ҳамкориҳо дар фазои пасошӯравӣ. чунки аниқ аст ки баъд аз ба итмом расидани ин баҳс, ин низоъ, сифат ва дараҷа ё муҳтавои ҳамкориҳо дар фазои пасошӯравӣ дигар мешавад ва барои мо бисёр муҳим аст ки ҳамчун як кишвари шарики боэътимод худро муаррифӣ кунем ва ҳамкориҳоро бо собиқ кишварҳои шӯравӣ ба роҳ монем. нуктаи сеюм ин эҳёи суннат ва принсипҳои ҷанги сард аст. чизи эҳтимоли калон вуҷуд дорад ки анамун чизе ки шумо гуфтед, амрико, ғарб, русия дар таниши бисёр ҷиддӣ замон қарор доранд ва ин давомнок мешавад. ва шояд ҷонибҳо кӯшише ба харҷ диҳанд ки тоҷикистонро ба яке аз тарафҳо кашанд, ба тарафи худ, яъне ва рафтан ба як тараф боз ҳам барои мо сӯзанда аст ва мутобиқ ба манфиатҳои миллии мо нест. нуктаи чорум ин омили чин дар фазои баъди бӯҳронӣ аст, чунки эҳтимол дасти чин дар Осиёи марказӣ бисёр васеъ мешавад, ҳам дар иқтисод ва ҳам дар сиёсат ва ҳам дар таъмини амният, ва ин мутаассифона барои мо хатарҳои муайянро ба вуҷуд оварданаш мумкин аст, чунки заиф шудани Русия дар Осиёи марказӣ бозингаронеро дар минтақа фаъол мекунад ки онҳо аслан нигоҳи комилан дигар ба минтақа доранд. ва хати сурхи панҷум ин масъалаи Толибон аст, чунки ба эҳтимоли зиёд дар баҳору тобистон дар он ҷо муқобилияти мусаллаҳона бар зидди Толибон шурӯъ мешавад ва инам албатта барои Тоҷикистон таҳдиду хатарҳои муайян, таҳдиди хатарам ки набошад, нигаронии муайянро ба вуҷуд мебарад. яъне ин 5 хати сурхе ки мо мебинем моро, яъне кишвари моро, мақомоти давлатии моро ба он бояд водор кунад ки ворид шудан ба ҳамин баҳс, яъне як қадам гузоштан ба ҷонибдорӣ ё ба ҷонибдории ҳарду яке аз тарафҳо моро ба анамон бо мушкилотҳои дигаре рӯбарӯ мекунад ки пай дар пай метавонанд ба вуҷуд биёянд. вале инҷо шумо ҳам таъкид кардед ки Тоҷикистон як минтақаи таҳти нуфузи Русия аст. оё ин хомӯшии мақомоти тоҷик ва бетарафиашон то ки метавонад давом кунад ба назари шумо? خب تاجیکستان به عنوان یک کشوری که با یکی از همسایه‌هاش مشکل دارد، عملاً وارد نزاع و درگیری ها است، در شرایط حاضر
وابسته به دینامیکای حوادث من فکر میکنم تا یک زمان خیلی طولانی تر موقع بی‌طرفی را کسب میکند، چون از نقطه نظری هم سیاسی و هم از نقطه نظری نظام‌شناسی و شرایطی که ما قرار داریم این موقع خوبتر است. اما این بستگی دارد به اینکه حوادث یا به اصطلاح این جنگ به کجا میکشد. اگر غرب وعده را که به اوکراین داده است و اوکراین را در مقابل روسیه حمایت کند و روسیه مجبور شود این جنگی را که یا با تعبیر خودشان عملیات ویژه را که برای چند روز یا چند ساعت طرح‌ریزی کرده بودند مثلا به ماها بکشد، در اون شرایط من فکر میکنم اگر روسیه ضرورت پیدا کند که شریکای استراتژیکش از او حمایت آشکار کنند، تاجیکستان ناچار این موقع را اعلام میکنه. شما راضی هستید اگر که تاجیکستان از روسیه طرفداری کند چی مشکلی پیش میاد برای کشور؟ اصلا من موقع دولت خودم را همه وقت دستگیری میکنم، اینجا هم همینطور هست، لیکن باید با واقعیت درست نگاه کنیم که این جنگ برای حفظ نه تنها منفعت‌های روسیه بود، نه تنها فرهنگ و زبان روسیه بود، این جنگ برای حفظ 4 میلیون نفر اهالی دو ولایت خود اوکراین بود که اوکراین در مقابل آنها هر روز تانک توپ استفاده می‌برد. پیش از اون که روسیه در مقابل اوکراین ایستاد 400 راکت سر داده شد به طرف لوگانسک و دونیتسک. اینها رو چرا نمیگویند؟ باید از این سر کنیم که برای چی اوکراین به تریتوریوی خودش هجوم میکند؟ برای روس بودنشان. اینجا باز یک مسئله دیگر است، مسئله ملی است. اینها روس زبان هستند و اوکراین میخواهد که اینها مثلا از زبان خودشان دست کشند. اینجا مسئله زبان در سطح گوسدپ امریکا هم مسئله پروسلاو بودنشان چندین مسئله هایی هست که اونها به حفظ حقوق ملیت ها تعلق دارند و این حقوق ملیت ها را حفظ نکردن اوکراین سببی به مقابل آنها خستنی همین شد. حالا سوالم این بود که اگر تاجیکستان در چخلک اشاره کردن در دراز مدت جنگ ادامه کند و مجبور شود که از موقع روسیه حمایت کند، آیا برای کشور یگان مشکلی پیش می آید؟ به نظرم یگان مشکلی پیش نمیاد. در مناسبت با غرب در مناسبت خیلی با تاجیکستان چیکار میکنن؟ سانکسی اعلان میکنن که این سانکسی هاشون هم اصلا هیچ اهمیت ندارند و بسیار یک دپوتاتی بوندستاگ من از پریوز گفت یک زن هر کاری که ما ضد روسیه کردیم آمده به سر خودمون میزنند، ضرر خود اروپایی ها میشوند، چون که اونها از انرژی ریسورس های روسیه وابستگی دارند. حکومت اوکراین به عنوان نیرویی که دولت اداره میکرد و وظیفه دار بود که با مناطق خودش مشکل پرابلمی که در اونجا پیدا شده است اون حل کند و چون این منطقه از جانب روسیه حمایت میشد، تمویل میشد، با به اصطلاح تجهیزات سنگینی جنگی و نظامی تامین میشد و این به یک تنیش به یک برخورد کلان تبدیل شد. وگرنه مثلا دو ولایت از کجا توانی ندارد که در مقابل حکومت مثلا 7 سال مقاومت و یا جنگ کند؟ ولی گپ سر این است که باید یکی از کشورهای دور و بر روسیه به یک میدان برخورد ژئوپلیتیکی تبدیل میشد. این طرح بالای گرجستان بود که به یک نوع خب در اونجا میشد بگیم که موفق نشد و دیگر و اوکراین بلاروس بله بلاروس ولی اوکراین امروز به همین میدان تبدیل شد. گپ سر چی است؟ مسئله حمایت از حقوق روس ها، زبان روسی، پروسلاو ها، اینا بهانه های برای منافع ژئوپلیتیکی روسی هستند و از سوی دیگر همین گونه بهانه ها هم کشورهای غربی در اختیار دارند. اگر این چیزها برای روسیه بسیار مهم بود یا با تعبیری که رسانه های روسی میگن مثلا آمدن و با تعبیر تاجیکی ما در تگ فکر روسیه مثلا جا شدن این ناتو اگر مشکلی کلان می بود، مثلا در زیر منح روسیه لهستان کشوری که سابقه 20 چند ساله عضویت
ناتو را دارد، برای روسیه مشکل نبود. کشورهای ساحل بلتیک که از کشورهای سابق شوروی بودند، خب لاتویا، لیتویا، استونیا، همه اینا اعضای ناتو هستند. کمسر این است که اوکراین برای روسیه به عنوان یک کشوری صاحب اختیار در روابط دراز مدت سیاسیش هیچ وقت مطرح نبود. شما همون بحث نه اوکراین و اوکراین بعد پاشخوری شوروی را میدانید که این در زبان روسی معنی بسیار کلان سیاسی دارد. یعنی روسی همیشه اوکراین را یک جزء خودش حساب میکرد و امروز سیاست پوتین، نه واسه از پوتین، هر کسی دیگر که در روسیه بیاد در دراز مدت این است که اوکراین یک زمان قلمرو روسیه شود و در کوتاه مدت هدفشان این است که در اینجا یک حکومت دست نشانده باشد که عملا از مسکو اطاعت کنند. برای همین خب البته این چیزا غربی هم بسیار خوب میدانند و از این کارتای بازی استفاده کردن. جناب شریعتی رضاییان، ببینید آیا شما هم به همین اندیشه راضی هستید که بحران اوکراین و جنگ در این کشور نتیجه قدرت طلبی و قدرت طلبی میان روسیه و غرب است؟ آنچنان که گفتم مسئله شاید کمتر تابش دیگر داشته باشد، ولی دلیل های بسیاری موجود هستند که واقعا این مردم اوکراین قربانی بازی های ژئوپلیتیکی شدند و عین زمان خسارات بسیار زیاد با آنها رسانیده می شود. ولی از بس که کار از کار گذشت و الکی تمام موقع های جانب ها روی میز گذاشته شدن، یعنی کارت آنها روی میز است، ما میبینیم که در میان مدت به هم آمدن موقع های این کشورها غیر امکان است. دقیقاً سوال بعدی ما همین است. ببینید تاثیر جنگ روسیه و اوکراین از دوری 4000 کیلومتر در تاجیکستان هم مشاهده میشد، بخصوص در بخش اقتصاد، از جمله اینکه قرب روبل روسی پست شد و درآمد بسیار خانواده‌ها به یک بارگی کاهش یافت. و من می‌خواستم از شما بپرسم نخست که خیلی کوتاه میگفتید به عنوان سوال آخر که پیش آمد وضع را شما چگونه می‌بینید؟ پیش آمد برای ما بسیار وزین است، به خاطر اینکه نظام اقتصادی ما با نظام اقتصادی روسیه پیوست میباشد، یعنی یا در پارالل عمل میکند و هر اقدامی که از جانب کشورهای غربی برای روسیه میشود برای ما هم احساس میشود. و من میخواستم بغیر از مسئله اقتصادی باز ما مسئله امنیتی رو ذکر کنیم، چون که ضعیف شدن روسیه در آسیای مرکزی، نفوذ یا موقع روسیه در آسیای مرکزی دو سناریو رو به وجود آورده میتونه. یکیش این که ما نسبتاً آزاد میشویم و در رشد خود اقدام های جدی میکنیم، ولی سناریو دومش که بسیار خطرناک است و احتمال زیاد همین چیز عملی شود، نفوذ قدرت های دیگر بخصوص چین، ترکیه، کشورهای عربی، امین منارخی خلیج را ما احساس میکنیم که این از روی تجربه سالهای 13 و 16 که بود برای ما بسیار خطرناک است. یعنی شما فکر میکنید جنگ اوکراین در دراز مدت میتواند امنیتی روسیه رو کم کند؟ بله، جنگی که وضعیتی که در اوکراین به وجود آمد یگان بهبودی، یگان چیزی مثبت برای ما نمیسازد. ما رو تنها در روبروی علمون تهدید و خطرهای احتمالی و مشکلات احتمالی روبرو میکند که میگذارد که در برابری همه آن مسئله هایی که ما داریم بخصوص در جنوب افغانستان برای ما یک چیزهای علاوه‌گیر اقدام اندیشیدن اقدام های علاوه‌گیر رو برای حفظ ثبات و امنیت در کشور ما حتمی میگرداند. نظر شما چی است؟ پیش اومد وضع رو چگونه می‌بینید؟ نظر من این است که خوشبختانه روسیه و اوکراین زبان عمومی یافتند و مسئله هایی که در بین آنها پیدا شده بود حل کردند. از جمله دوام دارد جنگ اوکراین و کردستان روسا بس کردند. انا کریم همچون یک دولت مستقل، جمهوری مستقل، این دو ولایت هم همین خیل، یعنی سه ولایت مستقل در هیئت اوکراین باز خواهند. و پوتین این گذشتش رو همین خیل فهموند که این به منفعت همه خلقای اسلاویانی باید باشد و به نظرم درست هم کرد. از این سبب از موقع پوتین که به سوی صلح
قدم بسیار جدی موند. ما البته دستگیری میکنیم و فکر میکنیم که من بعد این جنگ باید که دوام نکند، اگر با شرطی که قسم وسیو میگن واردجان سیلی اوکراینی بر مقابل این سه ولایت خیلی قرنوال در نظر نیست چون که باید تینج است، با مقابل همین دو ولایت بس کنند اگر هجوم در این حالت همش خوب می شود و این دو ولایت هم گرچنده که مقابل اوکراین گپ زنند لیکن روسیه با اونها اجازت نمیتید، امکانیت نمیتید که اونها جنگ رو دوام دهند. البته نیست، اینا جمهوری است. همچون دو جمهوری. البته این نقطه نظر دو جمهوری مستقل. اون چی در رسانه‌های روسیه و از زبان مقامات این کشور صدا می‌دهد و اون چی عمل می‌کند تقریبا خیلی فرقیت زیاد دارد. حالا اونا گفتن ما گفتگو می‌کنیم اما جنگ‌ها در خارکوف خیلی جدی است و چندین مراتب تلاش شده است که شهر کیف زیر نظارت نیروهای روس درآید. خب نظر شما کدام شهر؟ کیف. بله. نظر شما چی است؟ پیش اومد وضع چگونه می‌بینید؟ خب همه گونه جنگ نوابسته از اینکه یک ساعت دوام میکنه یا یک روز یا یک سال یا یک ماه ضررات فاجعه بار داره. برای تاجیکستان که یک کشوری که از خیلی جهت وابستگی های زیادی از روسیه دارد، این جنگ عاقبت های فاجعه بار دارد. یکم صرف نظر از تحریم های غرب، مثلا خللدار شدن وضع اقتصادی روسیه، وضع اقتصادی در تاجیکستان بد میکند چون لشکر کلان مهاجرای ما که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند، مقدار پولی که اونا میفرستند در نگاه داشتن توازن اقتصادی در تاجیکستان یک چیز جدی است. از سوی دیگر تحریم های کلانی که جاری شد و گفته میشد که جاری میشود، اینها هم بسیار پیامدی بد دارند و اگر خدای نکرده یک روز ما مجبور شویم که از موقع روسیه حمایت کنیم، ما هم عملا تحت این تحریم ها میافتیم و برای تاجیکستان که اقتصاد بسیار ضعیف دارد این تحریم ها بسیار میان شکن هستند و البته جنبه های امنیتی و سیاسی و چیزهای دیگرش که دوستا گفتن ما با اینا هم فکر هستم. پیش آمد همین جنگ برای روسیه و اوکراین، برای روسیه این جنگ روز تا روز به یک مسئله اصولی تبدیل شده ایستاده است. یعنی برای پوتین دو راه بیشتر نداره، یا در این بحث موفق میشد در این جنگ هم. خب جنگ بحث این عملا جنگ است، یا موفق میشد و بار دیگر به مردم خودش و به مردم منطقه تحت نفوذ روسیه ثابت میکرد که حضور است، یا این که اگر موفق نشود یا زیر تحریم های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان مجبور شود که موقعش تغییر دهد، پوتین به عنوان یک آدمی که خودش تصور میکند که بسیار زور است، این با فرجام کریر سیاسی پوتین سبب میشه. بله، بسیار تشکر زیاد. بیننده عزیز، به آخر برنامه گپی آزاد رسیده. مهمانان ما بودن ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی سامانه از پلوس، سیاستشناس سیف‌الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضاییان. مهمانان عزیز بسیار تشکر که وقت جدا کرده به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردید. بینندگان عزیز، شما هم میتوانید نظری خود را در این باره به ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.